دوست دارم بدونم داخل خوشرویی‌ها چی میگذره. 2 تا از لباسامو آوردم میخوام برم اتو کنم. 2 تا از لباسامو آوردم میخوام بهم یاد بدی که چجوری اتوشون کنم. یه ضربه بزنی باشا بزنی یه ضربه باید صدا بخوری یعنی هر یک باری که شما این کارو میکنید این حرکت انجام میدید. خب پیراهن من بده. خب از کدوم بزنم که بعد از کدوم بر اول بذارم؟ وسط هم نباید باشه؟ آقا ببخش بشار آستین چپ با من، آستین راست با امیر مسعود. آها بله نفر بعدی کارآموز بعدی اوه ای والا این بار بابا مشخص مال من صاف سره. قضاوت با شما دوستان عزیز. رای گیریم این یا این کامنت رو بنویسید این اون بریم برای یه قفل جذاب. میخوام بپرسم که این پیراهن رو تو چند دقیقه اتو میزنه و منم تایمر بگیرم و ببینم که چند دقیقه اتو میزنم. در این حد اعتماد به نفس دارم. آقا جواد شما این پیراهن رو تو چند دقیقه اتو میزنی معمولا؟ 5 دقیقه. من میخوام تایمر بگیرم و این پیراهن رو ببینم که چقدر طول میکشه. گرمتون نمیشه شما؟ بعد تو تابستون کولر جواب میده به شما؟ نه. با توجه به اینکه 50-60% کارو من قبلا کردم و با امیر مسعودم انجام داده بودیم، توی بقیه‌اش توی 3 دقیقه انجام شد. البته نشد چون که شروع کار رو میبینید خیلی واضح. کار با این چجوریه؟ برای چه مواردیه؟ برای آستین سرشونه‌ها، کت و جایی که زیر اون اتو نمیره. بالشتک کوچولویی رو میذاریم پشت دستمون، با اون بالشتک میریم توی سرشونه. خیلی استرس بخارش زیاده. آی اگر لباسمون لکه شد، اگر قهوه روش ریخت، در لحظه بخوای پاکش کنی چیکار بکنی؟ جوش شیرین خیلی میتونه کمک کنه. جوش شیرین مثلا چرب بشه، چربی، روغن اینا. صابون و مایع با آب گرم. رنگ و جوهر و اینا چی؟ تینر حلال کنید. کلاً هر شغلی سختی‌های خودشو داره. افرادی مثل آقا جواد یا بقیه همکاراشون خیلی صبوریشون و حوصله‌شون زیاده. مثلا یعنی یه ذره پارچه من حوصله نمی‌کردم هی بخوام اینجوری کنم. این بود از تجربه اتوشویی من. خیلی جالب بود. مرسی از آقا جواد. جواد